به نام خداوندی که به اندازه مهربان و نهایت با رحم است آغاز میکنم. البته معلوم است که خود ماه مبارک رمضان برای تمام مردم مسلمان فرض است و این چنین ماه مبارک رمضان به سراغ افراد میآید که آنها به یک و یگانگی خداوند و رسالت پیغمبر علیه الصلاة و السلام تصدیق دارند و فرضیت ماه مبارک رمضان هم به کتاب و هم به سنت و هم به اجماع امت ثابت شده است. یعنی خداوند عظیم الشأن در قرآن از کلام خدا در قرآن عظیم الشأن در سوره بقره آیه 183 و 185 درباره فرضیت روزه فرموده است و این چنین در حدیث پیغمبر علیه الصلاة و السلام که حدیث متفق علیه است و با روایت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ثابت شده است که روزه فرض است، یعنی یکی از اساس یا اینکه بینای مسلمانی هست و هر فردی که به سن بلاغت رسیده باشد با این ماه مبارک رمضان را روزه بدارد. البته دین مبین اسلام این دینی هست که موافق به فطرت انسان است، یعنی هر عبادتی که خداوند منان بالای بندگان خود مطرح کرده است از قوت و توانایی انسان بالاتر نیست و این چنین غیر از اون که فواید دینی و این چنین فواید جمعیتی و فواید فردی و این چنین فایده های طبی روزه دارد که علم امروزه با وجود چنین پیشرفت خود بعضی گفته های دین را اثبات کرده است. دین فوق علم است، چون که منبع ها فرق میکند، منبع دینی دیگر است و منبع علمی دیگر است و ماه مبارک رمضان در سال دوم هجرت بر امت اسلامیه فرض شده است و هر فردی که ماه مبارک رمضان روزه می‌دارد با ثواب‌های بزرگی که الله سبحانه و تعالی و این چنین پیغمبر عظیم الشأن خبر داده است نائل می‌گردد. البته فرد مؤمن مسلمان باید که دارای اخلاق‌های عالی انسانی باشد. پیش از همه انسان پیش از آمدن ماه مبارک رمضان باید که با یگان نفر قهری نباشد، یعنی قهرگی خود را از خود دل کند، دل خود را پاکیزه کند، دامن خود را پاک کند و ماه مبارک رمضان را با یک قلب سفید، با یک قلب پاک یعنی استقبال کند و در ماه مبارک رمضان اون ثواب و گفته هایی که شریعت یا اینکه دین مبین اسلام با آنها وعده کرده است آنها را نائل بگردد. در ماه مبارک رمضان پیش از همه این ماه مساوات یا اینکه ماه مواسات است. وقتی که انسان در این ماه مبارک رمضان از گرسنگی احساس میکند به قدر گرسنگان میرسد و البته حکمت های زیادی دارد که پیغمبر علیه الصلاة و السلام در حدیث های مبارکشان و این چنین قرآن عظیم الشأن خبر دادند. البته آنچه که دین مبین اسلام فرموده است و آنچه پیغمبر علیه الصلاة و السلام که صادق المصدوق است فرموده است، علاوه بر این علامه های غرب به این اعتقاد دارند و به این باور دارند. مثلا عالم دانشمند کلان آمریکایی مارک فادین درباره روزه کارهای زیادی کرده است. حتی این فرد میفرماید که انسان سالم اگر چند بیمار هم نباشد در یک سال باید چند ماه روزه بگیرد و از نگاه منطقی هم عقلی هم اگر ما نظر کنیم ما میبینیم که انسان از همه دستگاه سرحرکت یا سرکار انسان این معده انسان است. وقتی که انسان یک سال دراز خورد و نوش میکند و به اثبات طب و گفته های عالمان طبیبان امروزه در معده انسان بسیار چیزهای تکشین میشن، ماده های زهرآلود تکشین میشن که در این ماه مبارک رمضان وقتی که انسان روزه میگیرد همه اینها پالوده میشن، همه اینها تازه میگردند و انسان بعد از ماه مبارک رمضان با یک نیروی نو همچون یک نیروی بسیار بویم جوانی با زندگی خود را ادامه میدهند. دین مبین اسلام به افراد روزه را فرض گردانیده است که آنها ادا کردن روزه که آنها مقیم باشند. حتی زنها یا مادرانی که در عادت ماهیانه قرار دارند یا که در حالت تولد قرار دارند یا تولد کردن برای آنها روزه گرفتن را اجازه نمیده، حتی که آنها حق دارند در حالت سفر که از روزه خود روزه نگیرند و بعد از سپری شدن آن ماه میتوانند که روزه خود را قضا بدارند. یا اینکه افرادی که طفل شیرخواره دارند یا اینکه بیماری های هستند که اون بیماری ها امید بهبودی نیست و آنها را موافق قرار شورای علما یک نفر وقتی که ماه مبارک رمضان گرفتن نمیتواند و توان روزه گرفتن ندارد به اندازه 600 سامانی یعنی هر روز 20 سامانی به بینوایان با افرادی که بی‌وزن است یا کم بضاعت است یا که معیوب است باید که با آنها پرداخت کند و فدیه این روزه اون است.